قایم موشک. اگر ویدیو قایم موشک بنده رو ندیدی، یعنی ویدیوهایی که بنازل آرت گذاشته، یکی از اون لینکاش تو دیسکریپشن میتونی بعد این ویدیو بری ببینی. این ویدیو مستر بیسته، یعنی مستر بیست اون قایم موشک گذاشته، استاک توینز یا بنازل آرت نیست، که بابت برنده شدن داخل این قایم موشک $50,000 یا $60,000 میگیره طرف برنده، اونی که پیدا نشه. امیدوارم خوشتون بیاد. منی که هایپم بعد برم ببینم. یه چالش $50,000 داریم بچه‌ها و برنده جایزه اونیه که آخر سر پیدا میشه که بین خودتونه. الان 20 دقیقه وقته. اینو ولش کن، 20 دقیقه وقتو ولش کن. این چرا سیبیلا شبیه اون آدم معروفه شده؟ چارلی چاپلین. 19 دقیقه وقته. بودو ببینیم کی بهتر قایم میشه. آخرین نفرشون پولو میگیره. بیا انجامش بدیم. آره خانوم، بریم انجامش بدیم. وایکینگ هم توش هست. اوه یه. نمیدونم میخوام با بقیه باشم یا تنها پیش برم. نمیدونم کدوم رو مخی تره. او خدای من دستشوییم داره میریزه. چرا الان بیاد دستشوییم بگیره؟ امروز صبح از خواب بیدار شدم، به دوستام گفتم برن قایم بشن که هر کس بهتر قایم بشه 50,000 تا میگیره. الان دارم چیکار میکنم؟ حاجی دیگه دارم میرینم به خودم. این در قفل نمیشه. شوخی میکنی؟ این ساختمون 100 تا اتاق و 1000 تا جا واسه مخفی شدن داره. دیگه فکرشو کنید چقدر بزرگه. به تنهایی که نمیشه پیداشون کرد. واسه همین کریس آوردم کنار خودم. تو باید از چشمات استفاده کنی، منم از چشمام. به نظر استراتژی خوبیه. دقیقاً. به نظر احمقانه ترین مخفیگاه واسه کدومه؟ احمق ترین فردی داخل گروه نولان بود، ولی نولان رو فکر کنم نداریم. ولی فکر کنم اون تایلر خیلی احمق باشه. نمیدونم. حاجی من توی تئاتر قایم شدم. یاد دوران دبیرستانم افتادم. کسی نمیدونه من اینجام. من و جیک اومدیم توی کتواک. ما جفتمون همزمان اومدیم اینجا و تا آخرش هم اینجا میمونیم. آره. پس این صندوقی گنجه. میتونم اینجا قایم شم. میرم پایین و مدت اینجا میمونم. خدافظ بچه‌ها. خداحافظ جیکوب. داشتی چی میخواد بره توی سقف پدستک، میخواد بره یه جا قایم. چیکار دارین میکنیم بچه‌ها؟ از شر نردبون خلاص شدیم، هیچ راهی نداره که بیادیم بالا. عجب جایی قایم شدیم ما. جایزه برای خودمونه. بچه‌ها یا شما 50,000 تا میبرین یا کوفتم نمیبرین. منطقیه. 1 دقیقه مونده. چند دقیقه تا بازی رو شروع نکنیم نمیتونی بیای بیرون. ایول. واسه آرزوی موفقیت کنید بچه‌ها. من اینجا دانشجوام. همه این نقاط مخفی اینجا رو بلدم. به ما ربطی نداره که دانشجویی، ولی یه سوالی که مطرحه اینه که اسم تیوایه. 30 ثانیه. جونم براتون بگی که اینجایی که منو بن پیدا کردیم حتی به عقل جنم نمیرسه و عمرن بتونن ما رو پیدا کنن. نکنه نظر در مورد اینجا مثبته. تموم شد. آماده باشین یا نباشین ما آمدیم. به نظرم اول راهروها رو بگردیم، بعدش بریم تو اتاقا و بعدش هم منتظر بمونیم که خودشون بیان. باشه. این یه مخفیگاه عالیه. هی طارق، یکی اینجاست. هی کی اونجاست؟ چی؟ سلام. سوراخ باسن 10 نفر هنوز یکیشون هم پیدا نشده. اینجا زیر زمینه. اتاق زیاده، بعد دونه دونه همشون رو بگردیم. کریس جان، هر کی هستی بیا بیرون. دیدمت. احتمالا یکی اون پشته. اوه نه نیست. مرد. هی اینجا رو ببین. اوه خدای من. یا خدا چندلر. چندلر خاک بر سر. او کجا رفت قایم شدین؟ یعنی آسون ترین جایی که میتونست قایم بشه همینجا بود. چندلر ای وای. پاشو چندلر بعد بری زندان. من اولین نفرم. آره اولی چی؟ آره واقعا اولین نفری هستی که پیدا کردیم. متاسفم ولی بعد امشب توی زندان بگذرونی. خیلی خوب، چندلر پیدا شد. 9 نفر دیگه موندن. اگه بدشانسیاتم بود اون من بودم. یکی رو گرفتیم، 9 تا مونده. میایم سراغتون. برو تو. ببین تو ساختمون سینما داره. چقدر هزینه رفته واسش. جاهای زیادی برای قایم شدن اینجا بود. کریس شرط میبندم یکی اینجا قایم شده. راست میگی. من یه نردبون پیدا کردم. واقعا جای تاپیه. باید یکی قایم شده باشه. وای جیک و بن اینجا. نزدیک بود گیر بیفتیم. بچه‌ها ما الان طبقه داریم سومیم. میریم طبقه بالا. پدر سوخته. مرسی، فقط سریعتر برسونید. خدا وکیلی چقدر گوشنمه. بابا یعنی چی؟ تو چرا آخه کی غذا سفارش میده وقتی میخوای $50,000 پول گیت نصیبت بشه پدستک؟ مرسی از شما، اینم پولش. خدا نگهدار. همینه. الان گیر میفته. جیمی و کریس درست کنار منن. داخل صندوقچه. فکر نکنم کسی تونسته باشه اینجا قایم بشه. اونا به جعبه‌ای که داخلش هم دست زدن و گفتن راهی برای وارد شدن نیست. سالن رقصو چرا نگشتی؟ به نظر دستنده اینجا قایم شده؟ صبر کنین یه چیزی شنیدم. نه فقط من $50,000 برنده میشم. متاسفم. اوه رفیق، تو غار بتمن رو پیدا کردی. مطمئنم یکی اینجا قایم شد. مطمئنم حداقل یه نفر اینجا به هست. خدا میگم. این چیه؟ بذار من چکش اوه کنم. یکی اینجا قایم شده. یا خدا.
تایلر خدای من سیاپوست. خدای تو تاریکی یه سیاپوست ببینی واقعا واکنش ایشون همینه، واقعا ترسناکه. خدای من سیاپوست. تایه. پاشو که بریم زندان عشقم. آهای بچه ها، یکی دیگه تونم گرفتیم. چندلر بابا برای دوست آوردیم. تای آروم بی. زندون پاره شد. فکر میکنم کک گرفتم. عجب کبابیه، همش گوشته. حاجی این چیزی که این پشت گذاشتیم بودن 400 پوند وزنشه. پیداش نمیکنن، جای خوبی مخفی شده. یکی زنگ زد رندوم. خدای نفهمیدن چرا تایلر و جیک و گرت همش دارن با من تماس میگیرن. احتمالاً دارن تلاش میکنن موقعیت ما رو پیدا کنن. یکی اون بالا دوید. جدی؟ طارق چرت گفته باشی دهنت سرویسه. تایلر بود آره. غذا رو آورد. اوه شست پاش رفت تو چشش. داره کجا میره؟ یادش افتاد کانال کجوان رو ساب نکرده بدبخت. چه چیز رندومی، واقعا قشنگ در آورده. باریکلا. البته منم ساب نکردم، برم پایین انجام میدم. منطقیه. یکی از شما رویت شده. بریم. فقط 50 گرنده، اینطور نیست که من صورت حسابی برای پرداخت داشته باشم. گرند داخل ویدیو وقتی میشنویم به معنای هزاره. حالا تو آمریکا مثلا میگم 50 گرند، منظورشون 50,000 تاست. شاید بتونیم از چندلر یه سری اطلاعات بگیریم. سلام چندلر بابا، خوبی؟ یه راهنمایی کن. دنبال چی میگردی؟ یه راهنمایی کوچیک نه بزرگ، فقط یه چیز سطحی میخوام. طبقه بالان یا پایین؟ طبقه چندمی؟ 2. خیلی خوب فهمیدم کجایین. الان چی شد؟ همینطوری تشخیص دادم از خندت. خوشم میاد آدم فروش بازی در نیاورد، ولی در هر صورت فهمید مستر بیست. کریس هنوز در حال ساب کردنه. آدمش کرد. من از گشنگی میمیرم. من میخوام یه مکان جدید پیدا کنم. میگم کسی اون زیر نیست؟ یعنی کسی نرفته زیرتون؟ هیچی کار کنید. واه یکی اینجا بوده. خدای بعد یکی اینجا باشه دیگه. نه نیست. اوه نه اینم نیست. نکنه یکی اون بالاست. نه بابا اسپایدرمن نیستن که. ولی خدای دختر جای بدی قایم شده بود. رو راست باشیم جاش بد بود. فکر میکنید اینجا میتونم چیکار کنم؟ من میرم پشت اینجا. الان اومدم جایی که موقع اجاره کردن اینجام حتی ندیدمش. به گفته صاحبش اینجا مستراش کاملا AI، یعنی شما هوشمندانه میشینید و چقدر قشنگ هوش مصنوعی به آمریکا دستشویی‌هاش سرایت کرده. الان میتونم صدای جیمیو بشنوم، داره میاد اینجا یخچاله. پیداش کردم. آره بفرمایید. نه بچه ها چه حسی داری؟ انصافا من که حس خوبی دارم. معلومه است خوبی داره. تو رفیق مستر بیستی، روزانه به $10,000 همینجوری مجانی میده. از دریچه صدایی اومد. چجوری هنوز وایکینگ رو پیدا نکردیم؟ نمیدونم. اون خیلی بزرگه. وایکینگ انصافا خیلی بزرگ نیست. خیلی خب ببین اینطوری ساعت‌ها طول میکشه. بعد یه کاری بکنی 10 دقیقه بیشتر وقت ندارین که طبقتون رو عوض کنید و یه جای دیگه قایم بشین. آره هر جا خواستیم بریم. ما اصلا توی طبقه نیستیم. ما طبقه دوم هم حتی نیستیم. بیشتر تا اینکه فقط یه اشاره باشه مکان دقیق بود، ولی خب سبک تو دوست دارم. منم سیبیلای مستر بیست رو الان دوست دارم که شبیه خیلی خب من تو راهم. من یوتیوز خودم رو پیدا کردم. باید به طبقه دیگه ای برسم. جیمی از رادیو بهمون گفت به طبقه دیگه ای بریم. اگه یکی توی آسانسور بوده چی؟ ته خنده میشه. یکم داره طول نمیکشه. همین زیر بودا. یه نفر اون توه. وای برو دنبالش. طارق بیا. وای شیشه آب در راه پله غنیمت است. نه چیزه. وای باید برای 2 سرعت آماده شم. بدو بیا بدو. باز شد. وای الان گیر میفته جی. بابا سرفه یکی رو توی آسانسور من شنیدم. تو همین طبقه وایستاده. دوربین کریس این. گرفتمت. تایلر نه. چطور پیدام کردی؟ این چرا قیافش باقالی؟ گرت پیدا شد. تکرار میکنم گرت پیدا شد. به زندان خوش اومدی. باید هوشمندانه فکر کنیم. مارکوس کوچیکه و تو جای کوچیک هم جا میشه. آها پس اینجاست. نه ای بابا شادم اینجاست. تو صندوقه. اوه خدای من. اینجا رو؟ یه نفر اینجا بوده. ما اینجا رو گشتیم. ای بابا جیمی و گریس درست کنار منن. اون چند دقیقه قبلش بود که داشت نشونش میداد مارکوسو. چه اسم مزخرفی داره. قبلش نمیدونم تکونش دادیم یا نه، ولی یادمه که سنگین بود. یه نتیجه میشه گرفتش. یکی توش بوده. خیلی گذشته. بعد فکر کنیم. من که میگم بازم به چالش بکشونیمشون. بچه‌ها سلام. خیلی گذشته و خیلی وقتی که ما پیداتون نکردیم و تعداد زیادی ازتون مونده. پس 10 دقیقه وقتی که طبقتون رو عوض کنید. ما فعلا نمیایم. خداحافظ. گول و خوردن. میریم سراغشون. سلام.
فکر کردم کریسی که از دستت قایم شده بودم. احتمالاً توی راه پله منتظرمونن. من از آسانسور استفاده میکنم تا گیر نیفتم. منم همینطور. اون چراغ روشن بود آسانسور واقعا ایده خوبی نیست، نه همش همش استفاده میکنن. و حالا کمین میکنیم. هی داریم حرکت میکنیم و یه نفر دکمه آسانسور زد داره میره طبقه نمیدونم چندم. کردیم. اصلا نباید این کار رو کن. آسانسور خیلی خطرناکه، از پله بری میفهمی طرف داره میاد. چرا رفتیم جلوی آسانسور؟ مهم نیستش. چرا رفتیم جلوی آسانسور؟ دو تا با هم در یک حرکت باور نکردنی با یه تیر 2 نشون زدیم. در حال حاضر 6 نفر از شما گرفته شده و 4 نفر از شما هم مونده. فقط نفر آخره که 50,000 تا گیرش میاد. امیدوارم که درست قایم شده باشه. با پیدا کردن این یوتوز دوباره 2 جایزه بزرگ دریافت میکنید. 4 تخفیف بزرگ از این یوتوز. او جیمی من تسلیم شدم. سایک نزدیک 54 گرانده. میخوام تو این صندلی ها قایم شم. به نظرت این پایین پیدا میکنن؟ خیلی خطرناکه. بعدن میبینمت. ویدل لشکار میکنه. ویدل کفش نپوشیده؟ ویدل تو چرا کفش نداری؟ باید یه فکری بکنیم. 2 نفریم و یه ساختمون غول پیکر و 4 نفرن که موندن. چی میشه اگه یه طبقه باشه و همشون هم توی اون باشن و بگردیم؟ بچه‌ها یه چالش جدید داریم چون که دیگه تایممون محدود و خسته هم شدیم. همتون با هم دیگه برین طبقه‌های دوم و سوم. یعنی برین اونجا قایم بشین. اگه هم که اونجا بودیم بعد جابجا بشین. از دوم بره به سوم. الان بهم گفتم باید طبقه‌مو عوض کنم. ما الان طبقه دومیم، یعنی بعد برگردم طبقه سوم تو سالن تئاتر. پس جیمی تو پیدا کردن ما به مشکل خورده. باز حرکت کنم. محل قایم شدن جدیدم طبقه سوم داخل تئاتره. اینجا خیلی تاریکه. فکر میکنم نادیده بگیرنش. امیدوارم همینطور بشه. ما باید بتونیم. اونا واقعا تو قایم شدن ماهرن. میریم تئاتر. یکی بعد اونجا رفته باشه. پیدا شد. اینجا بودی آره. فکرشو میکردم. بیا کریس پیداش کردم. خیلی نامیدم. آفرین. اوه یوتیوز داری؟ آره. میدونی بهترین کاری که میشه با یوتیوز چندلر کرد چیه؟ یوتیوز من بهتره. کدومش؟ دخترونش یا پسرونش؟ منطقیه. من تو صندوق تو بودی. بیا. میدونستم. گفتم جیکوبه. دوست جدید شما. 3 تا مونده. باید بترسونیمشون. حتما کریسه. چه پسر پر سر صداییه. یعقوب گرفتیم. بقیه‌تون موندن. جیمی همین الان تو رادیو گفت فقط ما 3 نفر موندیم. منم فکر کنم یه جای خوب واسه قایم شدن پیدا کردم. یه پرده مانندیه. یکی از دست من فرار کرد. نمیتونستم ببینم کیه. فقط کفشاشو دیدم. اوکیه دارم میام. اوه نه. چی شد؟ کیو پیدا کردی؟ مارکوس. مارکوس. آقا میشه نگین مارکوس؟ یه چیز عجیب غریبه. احساس می‌کنم یه چیز رشتیه و فوش هم هست. نمیدونم چرا. مارکوس پیدات کردم. مارکوس طفلی واقعا بد گیر افتاد و فکر کنم 2 نفرتون بیشتر نمونده. یه زندانی جدید داریم بچه‌ها. اشکاتو فقط میخواستم تو این چالش برنده بشم. کنشون دیگه. ولی کار درست بود. تقصیر من نیست رفیق. بازی اینطوریه. موچه نرمه. 2 نفر مونده. جیک و بن. مارکوس رو گرفتیم پس 2 نفر از شما مونده. داخل این ویدیو بیش از 500 بار گفتم مارکوس. تازم شب دادن اسم هیچکس اینقدر تکرار نشد. یکی از شما 2 تاست که 50,000 تا رو برنده میشه. خدا کنه برنده شم. نصر کردم. حالا که فقط 2 نفر مونده هر دوتاتون باید بیان طبقه سوم و اونی که زودتر پیدا بشه بازنده است. اونی هم که پیدا نشه 50,000 تا رو کاسبه. جیمی گفت طبقه سوم، منم همینجام. پس لازم نیست جایی برم. باتری دوربینم داره تموم میشه. منم این بیرون دارم راه میرم. پدرم داره در میاد. استرس دارم. نمیدونم چیکار کنم. تازه کفشم نداره. الان از طبقه دوم داریم میریم طبقه سوم، جایی که باید اونا قایم شده باشن. از این طرف دیگه مکانا محدودتره، میشه هر جایی رو گرچش. آروم میریم. اوه دیدمش. من یکی کیه؟ دیدم. فرار نکن. من کریس تو از جلو برو. گرفتیش. آفرین. دارم یه نور سفید میبینم از 3 بعد از اونی که هیچی کوف نکردم. خیلی گشنمه. جیک فکر کنم فشارت افتاده بیمارستان. میخوای بری؟ کریس داشت دست میزدم. من دیدم. ببین داره به اینجاش اشاره میکنه میگه فشارت افتاده. چه ربطی داره؟ دیگه بریم خونه. آره بدون به میریم. آره به نظرم بهتر بریم خونه. چطورین بچه‌ها؟ اینجاست. عجب جایی. خدای آفرین. بیا بیرون بن. بردی. بذار در بیام. زندانیان برنده چالش 50,000 دلاری ما کی شده؟ این بیفانو. حقیقتا من از صمیم قلبم دوست داشتم مارکوس برنده بشه. حیف. الان
جایی که بهش تعلق دارم. بیا. آفرین. بچه‌ها زندان اینجوریه. بیا بن اینا $50,000 که اصلا خوشم نمیاد بهت بدم ایوان. ولی باید بدمشون بردی و لایک و کامنت و ساب کردن کانال کشفان فراموش نشه. خیلی خوش گذشت. حالا میتونم برای خانوادم یک کریسمس خوب بگیرم. هر چی که میخوان. واقعا عالی بود. ماشاءالله واقعا از 50,000 تا لذت ببر. مرسی، دمت گرم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده منتظر باشین ویدیوهای باحال‌تر هم هست. کامنت هم بذارید اینکه آیا مارکوس رو دوست داشتین